با نام یاد خدا. سلام دوستان. تراشکاری رضا. یه جایی هم پیش میاد راننده روش خبر نداره از یه قطعه ماشینش، ما پیش خودمون بازش میکنیم، میاریم تراشکاری درستش میکنیم، میبریم میبندیم سر جاش، بدونی که حتی راننده خبر داشته این قطعه خراب بوده یا امکان داره هر لحظه تو جاده بشکنه زیر بار کار دست آدم بده. ولی ما برای رضای خدا اینو باز میکنیم. وقتی یه چیزی میبینیم خرابه، راننده هم نیست، خدای راننده هست، میاریمش میدیمش تراشکاری، درستش میکنه، میریم میبندیمش. انشالله که همه تو کارشون صداقت رو پیشه کنن، یه زندگی خوب، یه کار عالی داشته باشن. با تشکر. دیزل سالار.